پدر من شخصی بودند که میخواستن جهان رو به آغوش گیرن. توسط موسیقی خویش استاد زیادالله شهیدی کوشش میکردن که مهر آدمی را ifade نمایند. یعنی که همون مهری که از سمرقندی باستانی برآورده بودند در زمانی که سمرقند در جوش و خروش انقلابی بود. رمزی است که گذری که اینها زندگی به سر می بردن در نزدیکی ریگستان، از اون طرفش مدرسه بیبی خانوم، اون طرفش مدرسه اولوغبیک، روشنفکران، شاعران و موسیقیچیان سمرقند در خانه ایشانی مقدس خانی بزاس می گفتن بابای من را جمع می شدن در اونجا. یعنی صادرخانی تنبوری، نینواز ها، سرودخانیش البته شش مقام می خواندن، ولی الکی در همون زمان لحن ها و متن های نوی و شش مقام وارد شده ایستاده بود. حاج عبدالعزیز آرزو داشتن که یک اپرا نویسن در زمینه شش مقام و حالا من میفهمم که اون آرزوی استاد را شاگردی حاج عبدالعزیز زیادالله شهیدی عملی کردن و اپراهای قطار را نوشتن، از جمله کنده و مدن غلامان. این آرزوی دیرینه روشنفکران تمام آسیای مرکزی بود که یکی از اونها اگر مقدس خان شهیدی باشند، دیگرشان عبدالرؤوف فطرت بودند، سیومشان بهبودی بودند و البته استاد صدرالدین عینی بین آنها بودند. عملی ساختن این آرزو امکان ناپذیر شد، چون که خودی همین جنبش روشنفکری شکست یافت. وقتی که سال 37 خط سیامی بیاد به دست مادر کلانم با خبری که به قتل رسانده شدن مقدس خان شهیدی، مکتوب رو میگیرن و میخوانن و میگن که این نبینیده نامشان شهید خان بود، شهید شدن. حجت های همین گفته های گذشته ها خودش یک حجت تاریخی خلق ماست، ولی مهمش این که اون گروهی که از سمرقند و بخارا به این طرف آمدند، آنها همون محیط آزاد فکری، آزاد اندیشی و ترقی پروری را در همین جا جاری کردند، در تاجیکستان با پایتختش دوشنبه. زمانی که آنها آمدن البته دوشنبه این خیلی دوشنبه نبود، بعداً به شهری بزرگ و پایتخت تاجیکستان تبدیل یافت و امروز آرزویی که آنها در دل می پروریدند، یعنی آرزوی کشوری صاحب استقلال، جامعه عمل پوشید. در جهان همیشه یک وحدت ذهنی موجود است. همین وحدت ذهنی که در ماوراءالنهر و هندوستان تشکل یافت، از مغز این شاهنشاهی یک جنبش به میان آمد که در ادبیات علمی آن جنبش شهرآشوب نام دارد. نوآوری های مولانا عبدالقادر بیدل یک افکار نوی می شود برای
روشنفکران علاقه زمان شوروی استاد صدرالدین عینی عبدالقادر بیدل را از نو زنده می کنند در تاجیکستان. امروز در زمان جهانی شوی روشنفکران هم آسیای مرکزی، هم هندوستان، هم ایران و افغانستان و هم اروپا و روسیه رو از نو به عبدالقادر بیدل آورد استادند، چون که بیدل وصلگری خلقها، وصلگری فرهنگها، وصلگری دینهای جهانی معاصر است. پدرم این غایه را، همین افکار را لباس موسیقی پوشانیدم، توسط موسیقی افاده کرده و آن سرود و نوا و حتی ژانرهای تماما نوی که برای جامعه چندان آشنا نبود، آخر یک افکاری گوییم که جمعیتی تیار نبود برای قبول کردن مثلا شکل‌های نوی موسیقی مثل اپرا یا سیمفونی، ولی همین غایه، همین فکرها را میتوان ساده تر بیان کرده، میتوانی در شکل سرود مثلا و ضیاءالله شهیدی در شکل سرودی وصل کننده در سرودهای خانه ما، ستاره من، قشلاق شما، وطن وطن، به یار پختچین، در همین سرودها افاده کردم. اگر ما مغز و محتوای فرهنگی ماوراءالنهر یا فرهنگی خودمان را گیریم، مغز و محتوا یعنی کودی همین فرهنگ، این آدم و عالم است. آدم چطور با چی کیفیت و با چی آرزوی و امیدها به عالم می پیوندد، چقدر که همین آرزوی و امید آدم صاف و بی‌غبار تازه باشد، همین قدر عالم اون را قبول میکند. و همین فلسفه در ایجادیات مولانا جلال الدین رومی یک خطی اساسی است. آدم به عالم چطور میپیوندد؟ آدم به عالم توسط انسان، توسط آدمی که به وی روحاً نزدیک میپیوندد. وی با این آدم، این آدم با وی آدم، وی آدم با وی آدم، همین خیل یک چرخ فلک میگویند. انا همین خیل چرخ زنان مردم، آدمو با همدیگر پیوستند اصلا. ولی تا چی اندازه همین پیوند را درک میکنن، این گپ دیگر.
مولانا جلال الدین رومی میگوید بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند. از نیستان تا مرا ببریدند، از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن بگریستند. یعنی میدونید مولانا رومی میگوید که از نی بشنو اون حکایتی انسانیت را. استاد ضیاءالله شهیدی ایجادیاتشون را از نی شروع میکنند، ولی در آثارخوانی ما نی که ضیاءالله شهیدی 12 ساله ساخته بودند همون هست. مهمش این که همین طرزی اعترافی موسیقی همچون دانش و همچون وصلگری آدم و عالم در ایجادیاتی استاد ضیاءالله شهیدی بسیار روشن انعکاس یافته است. بنیاد این آثارخانه برای من همچون محقق، همچون دخترشون، برای من این چیز بسیار مهم بود. بنیاد همین موزه و احتیاط کردن همون روحیه‌ای که فرهنگ معاصر تاجیک را به میان آورد. فرهنگ معاصر امروز تاجیک را به وجود آورد. من روی تو را دیدم و دل داده شدم، در دادن جان براحت آماده شدم، در دادن جان براحت آماده شدم. در بندگی ایستاده بودم زیر آفتاب شدم و دامت آزاده شدم، آفتاب شدم و دامت آزاده شدم. من دل سنما نبر زبان میدی همه در می